یه نسخه بسیار پرکاربرد، ساده و خونگی و دم دستی رو یاد بگیر. سلام به شما دوستای عسلم. امروز یه نسخه فوق‌العاده رو با شما به اشتراک میذارم. انجامش بدین، نتایجش رو برای ما بنویسید و این پست رو به عزیزانتون هدیه بدین. این نسخه رو میتونین اورژانسی برای دندون درد که علتش عفونت لثه است به کار ببرین. میتونین یه دوره 2 تا 3 ماهه برای پاکسازی بدن استفاده کنید. دستور کامل این نسخه شگفت‌انگیز رو آخر ویدیو میذارم. فقط باید تجربهش کنید و نتایج عجیبش رو ببینید. توی این ترکیب سیر خودش یه چرک خشک‌کن طبیعیه. لیمو ترش سرشار از آنتی اکسیدان و خواص ضد ویروسی داره و عسل به خاطر ویژگی ضد باکتری و میکروبی اون برای پانسمان زخم‌ها ازش استفاده میشه. آب یه دونه لیمو ترش شیرازی یا نصف یه لیمو ترش درشت رو که لیمو خارچی هم بهش میگن رو با پالپ و دونه هاش توی لیوان بریزید. یه قاشق غذاخوری سرپر عسل بهش اضافه کنید و هم بزنید. ما چون قاشقمون کوچیک‌تر بود 2 قاشق میریزیم. خیلی زود مایع شربت عسل آماده میشه. یه لیوان آب خیلی خنک یا آب و چند تا تیکه یخ رو بهش اضافه کنید. شربت عسلمون آماده است. یه حب سیر رو به اندازه دونه های ماش خورد کنید. تکه های سیر رو روی زبون بذارید و با شربت عسل قورت بدین. اینجوری دهان بوی سیر نمیده یا خیلی خیلی کم حس میشه. اگه خیلی براتون مهمه که بوی سیر حس نشه، از حبای کوچیکتر سیر استفاده کنید. میتونین تکه های کوچیک سیر رو به شربت عسل اضافه کنید و به آرومی میل کنید. میتونین هم یه بطری یا پارچ برای مصرف یه روز رو درست کنید. این نسخه رو میتونین اورژانسی و 1 روزه روزانه 5 لیوان برای دندون درد و عفونت‌های جزئی لثه و دندون و برای بیماری‌های ویروسی و سرماخوردگی استفاده کنید. میتونین 3 روزه روزانه 3 لیوان برای درمان فشار خون نسبتاً بالا که اورژانسی نیست و برای عفونت‌های ریه و مسمومیت گوارشی مصرف کنید. میتونین 1 هفته تا 15 روز روزانه 2 لیوان برای پاکسازی کبد و رفع تیرگی پوست و جوش‌های چرکی و برای عفونت‌های مزمن به کار ببرید. میتونین 40 روز تا 3 ماه روزانه 1 لیوان برای گرفتگی عروق و سم‌زدایی کل بدن این ترکیب بی‌نظیر رو مصرف کنید. بهترین زمان مصرفش هم اول صبح یا 1-2 ساعت قبل از صبحونه. آخر شبم اثرگذاریش فوق‌العاده است. توضیحات بیشتر این پست و چنل دکتر هانی رو توی دیسکریپشن نوشتم. تنتون سالم، لبتون خندون.